سلام. به نام خدا. قانون زندگی قانون باورهاست. دانشمندان دانشگاه هاروارد برای بررسی و تعیین میزان قدرت باورها بر کیفیت زندگی انسانها آزمایش جالب و حیرت‌آوری را انجام دادند. آنها 80 پیرمرد و 80 پیرزن را انتخاب کردند. به دور از هیاهو، شبیه به 40 سال قبل، در این شهرک غذاهای 40 سال پیش طبخ میشد. نوع خط کلمات روی شیشه مغازه ها، فرم مبلمان، آهنگ ها، فیلم های قدیمی و اخباری که از رادیو و تلویزیون پخش میشد، همه را مطابق با 40 سال پیش آماده کرده بودند. سپس این 160 نفر را از هر نظر مورد آزمایش قرار دادند. رنگ مو، نوع استخوان، خمیدگی بدن، لرزش دستها، لرزش صدا، میزان فشار خون و غیره. آنگاه آنان را به داخل شهرک بردند. پس از گذشت 5 الی 6 ماه کم کم خمیدگی پشتشان صاف شد و راست می ایستادند. لرزش دستها ناخودآگاه از بین رفت. لرزش صدا خوب شد. ضربان قلبشان مثل افراد جوان شد. رنگ موهای سرشان کم کم شروع کرد به مشکی شدن و چین و چروک‌های دست و صورتشان کم شد و غیره. آیا علت چه بود؟ خیلی ساده است. آنها چون مطابق با 40 سال پیش زندگی می کردند، باور کرده بودند که 40 سال جوانتر شده‌اند. نتیجه خوبی میشه از این داستان گرفت. انسان‌ها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیاندیشند و خلق کنند. توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند. اصولاً تفاوت بین انسان‌ها تفاوت میان باورهای آنان است. به راستی که می توان گفت قانون زندگی قانون باورهاست. یه جمله قشنگ از پاسکال هست که میگه تمام شأن و عظمت انسان در باور اوست. اگر از این داستان خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و ما رو دنبال کن.